طبع اکثریت قریب به اتفاق مردم به ابتذال گرایش داره، ولی به نظر من اجرا کنندگان و وجود آورندگان آثار هنری، سمعی و سری از هر نوعش میتونن چیز خوب تعبیر بدن. یاد بگیر به گوشات به هیچ وجه نکنی تو اعتماد، چون این آدم ها حرفاشون فقط میده بوی ابتذال. اینجا منطق و عقل 100% داره اعتبار، و بدون چیه دلیلش که متنفریم از ازدهام. اینجا شهر مادیاته، نه جایی نداریم واس معنویات. میدونم که نیست توی این سرزمین جام، ولی کن نمیکشم نه دست از این کار. حرف من اینه دور گردن و تنابه میگم مصلحتیه، پشت پر دستگیر کرده اصل قضیه، سیاست درد پذیره. با صدا میکنم حقیقت و تصدیق، چون کار من همینه، کونه لق خوشیام که همش پای هدف میره. تنم استمه یه تیکه لای کفم تیکه منو پرنده تو قفسم که داره تلف میشه، ولی هنوزم با رب زندم. چیزی که حقیقت و درونم هضمش کرد، همه چیو گرفت، همه چیو از صفرم هندل کرد. پس بدون چیه دلیلی که باعث شده رب بخونی؟ مگه هیت میدی دلیلش مغز کوچیکت؟ همه تو این خیابونام بچه توتی هی میگه گنگم گنگتون کیه؟ زندگیمو میکنم به رسم موزیک، به قدری حکمم بوده مغز پوسیده. در از که چونه میاد لفظی روزی یکی فقط دوب توی سستتون دیده. بر شهر کسکش خونه ای تو تهران، غلاف کن که نره تو در تهران. والا تو پیکانی با دکور میل با خداگاهی چیه؟ خدازاری امسال پگونا چی میشه؟ نمیدونم چرا همه سوال فیلی که جواب نمیدم به اونی که با آرازی میشه. آرزو که گایده شروعه با کی میره؟ فقط ترانه است که هر شب به 2 تا پا میپیچه. این یه برنده میزنن رو شقیقت مهر، میگن کسکشی وظیفت شد. طبیعیه پوست به هر چی که میگیم، چون شده حقیقت جوک. میگن با دعا میده خداشون بهش اینا بین 100 تا بعد یه خوب بیارم بهت میخندم، میگن دیدی دامون گرفت نگاه شده مخاشون تلس. اصل هدف درک کلمه سرک کلمه هست مثلا شاید ندونیم که خداگاهی چیه. یه قابلیت پیشرفته که بود از زمان عصر عجلم. ما نطفه‌های موقت زندگی نبودیم، اگه حرفی تو دل جا بذاری مثل چک نویسمونی. چرا تو این دنیا باید دل بدی عمویی ها؟ از قنداق تا کفن هوشیار باش، فقط این دنیای کشار با سر است. اگه گهواره تابوت تا تابوت لخت اومدی لختم میری آمو. قصه چیو میخوری قصه کیو ها؟ همه دست به دست منجر شدن به تاون. درک نمیکنه هیچ کی حقیقتو، براشون سواله چرا با چش باز میبینن کابوس.